از رکن یمانیه تا حجر الاسود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار رو میگفتن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، پروردگارا برای ما در دنیا نیکی را ده. یعنی این عام است، تمام نیکی های دینی و دنیوی را در بر میگیرد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، پروردگار ما برای ما در دنیا نیکی را ده. و فی الاخرة حسنه، و در آخرت برای ما نیکی را ده، یعنی جنت را و تمام ناز و نعمت های آن را. و قنا عذاب النار، و ما را از عذاب آتش دوزخ در پناه و عصمتت نگه دار. انا همین دعا وارد شده است از رکن یمانی تا حجر الاسود. بین دو رکن، کعبه یعنی 4 طرف دارد، بین یک طرفش فقط از طرف رکن یمانی شروع میکنید تا حجر الاسود، یعنی یک طرفش. این 3 طرف یگان دعای مخصوص نامده است. هر دعایی که میخواهید از الله تعالی دعا کنید با اون دعاها دعا کنید، وقتی خود را ضایع نکنید. یعنی که با تلفن رسم گیری، نوار گرفتن، این کارها خلل دارد در عمره.